بارک الله فیکم. اینجا سوال دادند برادر ادریس که شیخ مختصر طاغوت کیست یا چیست؟ طاغوت کیست؟ طاغوت چیست؟ طاغوت گفته ما چی را میگوییم؟ زیرا که فرقه هایی که امروز مخالف اهل سنت و الجماعت هستند به مانند مدخلی ها، مرجعه ها، حزبی ها معنای طاغوت را هم تحریف کردند. گفتند طاغوت فقط 5 چیز است، دیگر چیزی نیست. طاغوت را علما به عباره های گوناگون شرح دادند، معنی داد کردند، تعریف شرعی کردند. یکی از شیخ‌های اهل سنت و الجماعت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگند کل ما یعبد من دون الله الطاغوت، هر چیزی که بجز الله عبادت کرده شود طاغوت است. هر چیزی که بجز الله عبادت کرده شود انسان همون چیز را به سر خودش طاغوت گرفت. رفت از سر قبر دعا کرد، فرزند طلبید، پس همون قبر را به خودش طاغوت گرفت. رفت مراجعت به محکمه طاغوتی کرد. مراجعت کردن به محکمه طاغوتی این عبادت است، این اطاعت است. اطاعت این عبادت است. مراجعت کردن این عبادت است. مراجعت به محکمه شرعی کند ثواب میگیرد، مراجعت به محکمه طاغوتی کند این مشرک میشود. پس اگر مراجعت کرد، مراجعت به طاغوت کرده و طاغوت را اقرار کرده، زیرا که حکم غیر الله طاغوت است. عبادت را به غیر الله انجام داد و به سر خود حکم غیر الله را طاغوت گرفت. هر کسی که اطاعت مطلق به یک انسانی بکند، خواه شیخ باشد، خواه امام باشد، خواه رئیس باشد، خواه رئیس جمهور کسی نباشد، 100% گفتی او را به جا بیارد، مخالف شریعت کار بکند و به خاطر طاغوتش به مسلمین بجنگد، طاغوت است. خیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. اونها که کافرند در راه طاغوت میجنگند به خاطر نابود کردن اسلام. هر چیزی که به غیر الله عبادت کرده شود طاغوت است. عبادت این یک اسم جامع هست، اسم جنس است که در زیرش به نهایت عملهای زیاده را در بر میگیرد. لكل ما يحب الله وارضاه من اعمالنا اقوال ظاهرتنا و باطنه. هر چیزی که الله دوست می‌دارد، خو از عمل باشد، خو از قول باشد، خو درونی خو بیرونی، از ظاهر و باطن، انا همین عبادت است. هر عبادت رو به غیر الله انجام دادی پس همون طاغوت شد. تو به خودت طاغوت گرفتی همین چیز رو. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن الطاغوت میگن طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. هر چیزی که بنده از حدش میگذراند، یا در عبادت یا در اطاعت یا در متابعت، کسی رو سخت پیروی کردی، اینقدر پیرویش کردی که همونه به سرت طاغوت گرفتی. به پدر و مادرت اینقدر پیروی کردی، به امامت اینقدر پیروی کردی که پدر و مادرت از شریعت بیرون شود، هم تو هم قطعا از شریعت بیرون شدی. امامت از شریعت بیرون شدی و مشرک شود، هم تو هم همراه همون مشرک شدی، متعصب شدی. از این عبارت که همونها رو به سرت طاغوت گرفتی از راه پیروی. یک کمینش یا اطاعت، اینقدر رئیست رو، پیشوات رو اطاعت کردی که به ضد اسلام هر امری که کردی اطاعت کردی، پس همون پیشوات به تو طاغوت است. دنیا را اینقدر بزرگ شماریدی که به خاطر دنیا عبادت الله را ترک کردی، دنیا به تو طاغوت است. در عبادت اینقدر غلو کردی که یعنی عملهای عبادتی را از حدش گذرانیدی و عبادت را به غیر الله انجام دادی، پس همون چیزی دیگر را طاغوت گرفتی. صوفی ها می روند به شیخشون رکوع میکنند، تعظیم میکنند، به اونها سجده میکنند، امامشون را عبادت کردند، پس امامشون را به خود طاغوت گرفتند، زیرا که به غیر الله عبادت شد. این معنای طاغوت است. طاغوت بنیاد زیاد است، اما بزرگترین طاغوت شیخ در رسالهشون محمد ابن عبدالله میگن که 5 است. الطواغیت کثیره، خودشون میگن طاغوت ها بنا زیاد است و رؤوسهن 5، اما رؤسای طاغوت 5 است، 5 چیز است. و در جای دیگر رؤسای طاغوت را 6 چیز است گفتند. اولین طاغوت که ما باید کفر ورزیم این شیطان است، الابلیس لعنت الله علیه. دومینش و من عبد و هو راض، هر کسی که عبادت می شود و از همین عبادت شدنش راضی است، به مانند شیخ‌های رافضه، به مانند امام‌های صوفی. این امام‌هایشان رو ببینید مردم میروند و به او سجده میکنند، به او رکوع میکنند، او را عبادت میکنند، اینها راضی هستند، پس اینها طاغوت هستند. هر کسی که عبادت شود از همین عبادت شدنش راضی باشد طاغوت شد همین انسان. و من
دع الناس بعبادت نفسه. یک انسان مردم را دعوت کند به عبادت کردن نفسش، یعنی بگوید که ای مردم مرا مطلق اطاعت بکنید، به حکم من حکم بکنید، مرا عبادت بکنید یا که به من سجده بکنید. این طاغوت است. امروزه پادشاهایی که هست از این جهت طاغوت است، همیش طاغوت است. حالا میبینیم چهارمین طاغوت و من ادعی علم الغیب، هر کسی که دعوای علم غیب بکند بگوید که من غیب میدونم، بگوید این طاغوت است. به مانند ساحر و جادوگر اینا همیش طاغوت است. و من حکم بغیر ما انزل الله، هر کسی که به حکم غیر الله حکم بکند این طاغوت است. امروزه حاکم همیش طاغوت است، کافر مشرک است. و یکی از چیزهای دیگر همین است که کسی که حکم برآورد مخالف حکم الله طاغوت است. اگرچه حکم نکند اما حکم برآورها امروز طاغوت است. اینها اساس بزرگترین طاغوتی که در بین امت دیده می شود. اما غیر از این دیگر طاغوت ها بنیاد زیاد است و هر زمان و مکان به دیده طاغوت ها زیاد و کم می شود. در یک جای اسلام پیش رفته است طاغوت نیست یا کم است، در یک جای جهالت پیش رفته است طاغوت زیاد است. امروز طاغوت سخت‌ترینی که ما در بینمون می‌بینیم این طاغوت چی است؟ طاغوت حکم کردن به حکم غیر الله. دومش طاغوتی که قانون برآوردن، زیرا که بسیار انسان ها خودشان را مسلمان میگویند اما حکم کردن به حکم غیر الله را به خود اختیار کرده، حکم غیر الله را اختیار کرده مشرک شده، خودشان طاغوت شدند. طاغوت را اسلام میدانند، طاغوت را توحید میگویند به مانند حزبی ها و به مانند مدخلی ها. و اینچنین بسیار طاغوتی که در بین ما منتشر شده است قانون برآوردن مخالف قانون الله و این را اقرار کردن که بسیار انسان ها به نام مسلمان به این راضی‌اند، مشرک شدند. و طاغوت دیگری که امروز جوش میزند و خروش میزند و در بین امروزه جوانهای تمام امت اسلام دیده میشود این ملتگرایی. الله لعنت کند این یهود و نصارا که طاغوت ملتگرایی را روز به روز دارن زنده میکنند. این عصر 21 عصر ملتگرایی است. اگر یک شرک عصر 21 شرکی حکم کردن به حکم غیر الله باشد و تطبیق کردن حکم غیر الله باشد، دومین بزرگترین طاغوتش ملتگرایی هست. مسلمان ها را از همدیگر جدا کردند. تو تاجیک هستی، تو ازبک هستی، تو روس هستی، تو عرب هستی، به خاطر تاجیکستان شده تو دیگران را باید بد ببینی. بیرق تاجیکستان را دوست بدار، بیرق مسلمانی که لا اله الا الله نوشته است بد ببین، زیرا که تو حب الوطن من الایمان گفتن. این باطل است. این حب الوطن من الایمان از سخن پیامبر نیست. و انمین کنستیتوسیون این همه طاغوت است. باید بدانید که طاغوت به همین 5-6 طاغوت تمام نمیشه و طاغوت ها زیاد است. اما امروز مدخلی ها برآمد است گفته است که انمین طاغوت است، غیر از این دیگر طاغوت نیست. خابو و خسیرو، خیانت کردند، زیان کشیدند و البته که رویشان و بینیشان به خاک مالیده بود این کذابین که گفتند فقط طاغوت همین ابلیس است، اینو است، تمام دیگر طاغوت نیست. ملتگرایی طاغوت پرستی است. عالم به سرت بگیری، عالم را گفتش رو فقط اجرا بکنی، پس طاغوت به سرت بگرفتی. طاغوت معنوی هست، طاغوت جاندار و بیجان است که ما همه شما را دعوت میکنیم به آموختن و شنیدن کفر بالطاغوت که این رکن اولی لا اله الا الله است. کسی که کفر بالطاغوت ندارد این مسلمان است و کافر است. زیرا که الله سبحانه و تعالی میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، سوره بقره 256. هر کسی که کفر بالطاغوت ورزد و بعد از این ایمان به الله بیارد در حقیقت چنگ زده است به عروة الوثقی لا اله الا الله. در حقیقت لا اله الا الله صحیح است، درست است، قبول است. لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. یعنی من انکار میکنم همه الهایی که در این دنیا هست باطل است، خواه حاکم باشد، خواه حکم باشد، خواه دیگر از الههای باطل، همه اش را انکار میکنم، از قبر و از هیکل و همه اش. و یگانه اله حق الله است. انمین است که کفر بالطاغوت رکن اولی لا اله الا الله است که کسی به جان آورد و کسی نداند، کسی معناش را نفهمد، معنای لا اله الا الله را از این بیخبر بماند، کافر است. اما چگونه به طاغوت کفر ورزیده می شود؟ مرجعه ها، حزبی ها میگن که 5 طاغوت است، تمام دیگر طاغوت ها رو نمیگن، زیرا که خودشون اینو طاغوت هستند و بعد از این کفر بالطاغوت رو هم خیانت میکنند، کامل نمیرسانند. کفر بالطاغوت اول همین است که تو اعتقاد بکنی که انمون چیز طاغوت است و بعد از این اعتقاد بکنی که انمون باطل است، انمون عملی که کرده است باطل است
و اعتقاد بکنی که انا همون کافر است. اگر کفر اکبر شرک اکبر داشته باشد اعتقاد بکنی که کافر است، تکفیرش بکنی و بدی او را و کمبودی او را، بدی او را، زشت او را به مردم برسانی. همیشه در حق طاغوت سخن زشت و بد بگویی و در حالت قدرت نابودش بکنی و اگر قدرت نداشته باشی از همون نزد طاغوت به دیگر جا هجرت بکنی. این است کفر بالطاغوت. خیلی که علمای اهل سنت و جماعت ذکر کردند و در کتاب الدرر السنیه فی الاجدة النجدیه صفت کفر بالطاغوت را از شیخ سلیمان ابن سحمان رحمه الله ذکر کردند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر برادران و خواهران واحده.